ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби дуюм, гуфтори 35. давлати юнони асоси бохтар ки ноҳияҳои беканори осиёи миёна افغانستان و هندوستان را در بر می گرفت، آخری سالهای 40 عصر دوی پیش از میلاد پراکنده می گردد و آخرین ضربه را به دولت یونانی اساسی باختر کوچمنچیان آریایی نژادی تخاری زده، به جای آن ایمپریای پهناوری کوشانیان را بنیاد می گذارند. در عهد دولت یونانی اساسی باختر خط و فرهنگی ایلینی نفوذ پیدا کرده، در بین اشرافان و اصیلزاده های باختری گرفتن رتبه های یونانی نیز معمول می گردد. پادشاهان ایلینی در روی تنگه ها عادتاً خط یونانی و صورت خداهای خیش را سکه زده، آن را بیشتر در معاملات بین الخلقی و تجارت با کشورهای ایلینی استفاده می بردند. دولت یونانی اساسی باختر در طول قریب 120 سال گهواره تمدن آریایی و ایلینی بوده، از جمله به آن تمدن بودایی سرزمین هند راه می یابد. و اگر از آغاز لشکرکشی اسکندر مقدونی قیاس نماییم، ایلینی ها در قلمرو باختر و سوخت کمابیش قریب 2 عصر در مسند حکمرانی قرار داشتند. 2 عصر برای تاریخ معنای پسی سرماندن عمری چندین نسل نیاگان تاجیکان را دارد، ولی این 200 سالی پر از فاجعه و هنگامه های عبرت‌آموز تاریخ یک بار دیگر جان سختی تمدن نیاگان آریایی تاجیکان را در مثال گسترش دولتداری و تمدن ایلینی ها آزمود. رسالت تاریخی تمدن تاجیکان در آن است که بعد از سر گذرانیدن سختی های خاراشکن نفوذ تمدن ایلینی باز چون معجزه از نو احیا شده بالاروی و کمالات افزونتری را نائل گشت. هرچند هزاران شهرهای آباد سرزمین اجدادی تاجیکان سوختند، آتشکده‌های آوازدار مقدس و معبدهای بیشمار به خاک و خاکستر تبدیل یافتند، کلی آثار فرهنگی و کتابهای گرانبها از جمله صدها نسخه زرنوشت اوستا به کام آتش و باد رفت، ولی هویت آریایی و رسالت فرهنگ پرستی نیاگان ما باز پابرجا ماند. می توان گفت که تمدن ایلینی چی در قلمرو باختر و سوخت و چی در ماورای آسیای مرکزی گهواره نوی انکشاف و رشد و نموی خیش را یافته، ضمن آمیزش عنصرهای تمدن آریایی و ایلینی به زینه‌های بلندی پیشروی رسید و در آسیای میانه، شرق نزدیک و غرب وسیع انتشار یافت. ولی فراموش نباید کرد که با وجود گسترش خط یونانی که یک رکن ضرورت نظام کارگزاری و دولتداری ایلینی بود، خط آرامی در قلمرو آریایی ها وجود داشت و برابر خط یونانی عمل می کرد. بیهوده نیست که تا زمان ما نمونه های خط سغدی، خوارزمی، پارتی، پهلوی و غیره رسیدند که در اساس خط آرامی پدید آمده از وجود داشتن عنعنه رسم الخط محلی آریایی ها گواهی می دهند.
و بعد تأثیر چشمرسی دولتداری و تمدنی الینی، باز دوره احیاشوی و کمالات تمدنی آریایی در عهد دولتداری سلسله تورانیان فرا رسید. باب چهارم، سلسله تورانیان و احیای دولتداری و تمدن آریایی. ایران و توران از عهد باستان تا روزگار ما. تقدیر آدمی بسا عجیب است. حادثه هایی که بعضن در آوان نورسی روی می دهند، با مرور زمان در سن کمالات یا دیرتر باز در پیشاروی کس قرار گرفته، از روی انصاف و عدالت در میزان حقیقت قیاس نمودن را تقاضا می کنند و جریان زندگی با همه گیر و دارهایش عاقبت عادل ترین حکم می شود و حق را از ناحق، سفید را از سیاه و نیک را از بد جدا می سازد. سالهایی که تشویش‌های ختم مکتب میانه به سر افتاده بود و چند نفر امتحان‌های آخرین را یک جای تکرار می کردیم، هنگام مطالعه شاهنامه فردوسی و آموختن موضوعهای ادبیات، اصطلاح توران به چشممان برخورد و مورد بحثی ما قرار گرفت. بعضی ها توران را ترکستان می گفتند و تور را شکل قدیمه کلمه ترک و بحث شاگردانه ما ساعتها ادامه یافته به نتیجه نمی رسید. از قضای تقدیر بعد سالهای طولانی، هنگامی جدی آموختن و به قدری حال تدقیق نمودن سرنوشت تاریخی نیاگان تاجیکان و دیگر خلقیت‌های قدیمه ساکن آسیای مرکزی، برای کتابی از آریان تا سامانیان قضیه ایران و توران و اصطلاح تور و ترک بارها پیش آمده، پاسخ عمیق و فراگیری را تقاضا می کرد. در بابهای گذشته کتاب اول و دوم از این سؤال راه گریز جسته خود را تسکین می دادم که از منبر سیاست به این مسئله ها دست زدن نشاید و تدقیق این قضیه پیشه عالمان و محققانی ورزیده است. ولی چی می توان کرد؟ الحال رشته تدقیق به جایی رسیده که دیگر امکانی قفا رفتن و راه گریز جستن نمانده، زیرا روند تاریخ طرزی صورت گرفته است که نیاگان تاجیکان بعد دولت آریا اصلی باختر و سوخت و امپریای پهناوری هخامنشیان چندین عصر زیر تأثیر تمدن الینی و فرهنگ یونانیان مانده. این دفعه آیین دولتداری و تمدن آریایی سابقه را زیر پرچم نیاگان همریشه اصیل خیش آریانی های تورانی بلند افراشتند. با اصطلاح اسکندر مقدونی و نفوذ تمدن الینی در عهد سلوکیان، آیین دولتداری و تمدن آریایی مقام اولش را از دست داده، در روابط متقابله با تمدن یونانیان رستاخیزی عجیب و عبرت‌آموزی را پس سر نمود. تمدن آریایی ضمن برخورد و بهره برداری از تمدن الینی زینه‌های پستروی، رستاخیز و احیای جدید را در طول 10 ساله‌های دولتداری یونانیان پیموده، عاقبت در جریان تأسیسیابی و کمالات دولت یونانی اساسی باختر، دولت اشکانیان پارت و دیرتر دولت کوشانیان واقعاً به زینه بلند انکشاف خود رسید.
آنگونه‌ای که آتش مقدس آتشکده ها را موبدان از خاموش گشتن ایمن می داشتند، تمدن آریایی نیز طوفانی پرحوادثی تمدن ایلینی را گذشته در سیمای این دولت‌های صاحب استقلال و قدرت طلب حامی و پشتیبان خیش را پیدا کردند. در باب قبلی تا جای به برد و باخت تمدن ایلینی و تمدن آریایی در عهد دولتداری نیاگان تاجیکان دولت یونانی اساسی باختر آشنا شدیم. البته همه پهلوهای این مسئله را از نظر تحقیق گشادن وظیفه ما نبود و اندیشه هایی که روی کاغذ آمد به خاطر شناختن و آگاه شدن از تمدن گذشته و دولتداری اجدادی تاجیکان در جریان تقدیر عمومی آریایی های ساکن آسیا بود. موضوع نوبتی که بر رستاخیز و احیای تمدن آریایی ارتباطی بیواسطه داشته به چندین مسئله های پیچیده علم تاریخ شناسی روشنی می اندازد، دولتداری آریایی های پارت می باشد که در همسایگی سرزمین اجدادی تاجیکان باختر، سوخت و فرغانه تأسیس یافته برابری دولت یونانی اساسی باختر قامت افراخته است. به گمان من یکی از پیچیده ترین مشکلات علم تاریخ شناسی که نظری نو و دید تازه علمی را تقاضا دارد، مسئله پیدایش، پهنشوی و مقام آریانی ها و تورانی ها در روند دولتداری و تاریخ خلقیت های آسیای مرکزی می باشد. صدها رساله های خرد و بزرگ و تحقیقات های عمیق به دهها زبان های دنیا آید به سرنوشت اساطیری و تقدیر تاریخی آریانی ها و تورانی ها به تاب رسیدند، ولی با وجود این مقام و منزلت این دو قومی خیشی هم ریشه و هم تقدیر در کنسپسی تاریخی همه طرفه روشن نگشته است. احیای تمدن آریایی و دولتداری اجدادی تاجیکان در عهد تورانی ها تدقیق مورخان و سرچشمه شناسان و عالمان موشکاف و باریکبین را درخواست دارد. پهلوهای جداگانه این موضوع پهناور و دامنه‌دار هرچند از جانب شرقشناسان و مورخان توانای روس برتولت، دیاکنوف، دندمایف، ابایف، لوکانین، گرانتوفسکی و دیگران، شرقشناسان خارجی ریچارد فرای، میری بویس، چندرابرت سکارچا و دهها محققان مشهور انگلیس و آلمانی و تاجیک و ایرانی بررسی شده باشد هم با وجود همه برتری هایش باز به نگاه فراگیر و نظری تازه‌ای در پژوهش این قضیه نیاز دارد. تدقیق گوناگون جبهه و دامنه‌داری قضیه تورانی ها از آن جهت اهمیتی بزرگ دارد که بعد از میان رفتن دولت سلجوکیان و کاهیدن نفوذ تمدن ایلینی در طول 8 عصر در آسیای میانه، نمایندگان خاندان آریایی های تورانی، پارت ها، کوشانیان و هیتاریان دولتداری کرده در خرابه های تمدن اجنبیان تمدن اجدادی آریایی را احیا نموده به تشکل دولتداری تاجیکان باز عمر دوباره و پرواز تازه بخشیدند. از بس که هدف نوبتی ما در آینه تاریخ قیاس نمودن برد و باختی این سه دولت تورانی اصلی آریایی بنیاد، پارت ها، کوشانیان و هیتاریان است، خواه و ناخواه ضرورت پیش می آید که به بخش‌های مفهوم اساطیری، تاریخی، جغرافی و اتنیکی توران و تورانیان روشنی اندازیم.
باید گفت که آید به تقدیر تاریخی تورانیان و ایرانیان در عهد دولتداری نیاگان ما، چی در زمان پیدایش اوستا و چی در زمان شاهنشاهی هخامنشیان، یگان رساله مکمل و دامندار که از تصورات‌های اساطیری و روایتی خالی باشد نرسیده است. در قیاس آثار تاریخ نگاران عهد عتیقه یونان و ریم، آثار خطی نیاگان ما یعنی قسمت‌های پراکنده اوستا و سرچشمه‌های پهلوی ضدیت میان تورانیان و ایرانیان را از جنبه‌های دوری اساطیری و اعتقادات دینی آغاز می‌بخشند. اگر اندیشه بالایی را روشن‌تر افاده نماییم، میتوان گفت که تا پدید آمدن تاریخ نگاران عهد اسلام در سرچشمه‌های باستانی آریایی ها، خرونولوژی معتمد و سالشماری عهد قدیم با فرض و تخمین‌های اساطیری آمیزش یافته، جدا نمودن سرحد بین واقعیت اساطیری و واقعیت تاریخی را خیلی دشوار می نماید. حتی ابوریحان بیرونی که 1000 سال از این مقدم ایام پادشاهی ملوک گذشته و اختلافهای تاریخ را با هم قیاس نموده، جدولی نسبتاً مکملی مدتی سلطنت پادشاهان بابل، آشور، قبط، بنی اسرائیل، ملوک کلدانی، همچنین پادشاهان مقدونیه، روم و قسطنطنیه را آورده است. در تصنیف تاریخی شاهنشاهان ایران تا جای در میماند. به قول این علامه، ایرانیان در پیدایش جهان و در تولد اهریمن که ابلیس باشد، از اندیشه خداوند و ایجاب خداوند به عالم و در حقیقت کیومرث سخنهایی گفتند که بسیار شگفت‌آور و حیرت انگیز است، مانند این که گویند خداوند در امر اهریمن حیران شد و پیشانی او عرق کرد و آن عرق را پاک نمود و به کنار انداخت و کیومرث از این عرق جبین آفریده شد. و ایرانیان را در بخش اول از 3 بخش تاریخ خود از اخبار ملوک و اعمار مردمی گذشته و کارهای ایشان حکایتها و افسانه‌هایی است که عقل آنها را نمی پذیرد و گوش از شنیدن آن ابا دارد. ولی مقصود ما آن است که تواریخ را به دست آوریم، نه آن که این گفته ها را انتقاد کنیم. جنگ بین ایران و توران در تاریخ بشریت یکی از شدیدترین و طولانی ترین نبردهایی است که در دوام 1000 سالها تار و پود هستی این خلقیت‌های آریایی نژادی هم قوم و هم زبان و هم قسمت را فرا گرفته، آغازهایش در کتاب مقدس اوستا با آب و رنگ شیوای اساطیری به جلوه آمده است. تاریخ بشریت از ابتدا تا امروز این گونه نبرد شدید، طولانی و پرحوادث خلقیت دیگری را یاد ندارد که هم در لباس اساطیر و روایت و هم در روند واقعیت تاریخی در دوام 1000 سالها بارها خاموش گشته و از نو علنگه گرفته فرجام نهایی خود را نیافته باشد. این تلاش و ضدیت‌های آشتی ناپذیر قبلا از جنبه‌های اساطیری ابتدا یافته، چون اختلاف شدید میان روشنایی و ظلمت، نیکی و بدی و هرمزد و اهریمن، چون دو انگیزه‌ای با هم دشمن به ظهور آمده، درگاه‌ها، یشت‌ها، ویدیودات و دیگر قسمت‌های من بعده اوستا با مرور جریان یافتن واقعه‌ها ماهیت نیم تاریخی و تاریخی کسب می کند.
سرمنشه پیدایش تورانی ها و ایرانی ها و اوج گرفتن ضدیت بین آنها موافق معلومات پراکنده اویستا و سرچشمه های پهلوی قبل از همه با نام فریدون وابسته است. موافق روایت شاهنامه فردوسی که به حیث یکی از معتمدترین سرچشمه های ادبی و تاریخی اعتراف شده است، بعد سر جمشید اهل عیال و فرزندانش از تعقیب ضحاک اژدها بر دوش گریخته در میان شوبانان و کوههای دستنارس پناه بردند. مدتی 1000 سالی که ضحاک پادشاه بود، بدی بر نیکی ظفر یافته اهریمن راهنمای و مصلحتگر و دیوان و دیوسیرتان در خدمت این شاهی بدمنیش خونی بیگناهان را می ریختند، سرکشان و نافرمانان را می کشتند. کاوه آهنگر برمزی دادخواهی بیرق چرمینی را سری نیزه بسته همراهی مردمی دلازرده و ستم دیده به نشیمنگاه فریدون آمدند که از نژاد شاهان آریان زمین بوده نسبش به تحمورسب دیوبند می رسید. فریدون از بیرق چرمین فاری نیک گرفته آن را با متاعهای گرانبهای و زر و زیور آراست و درفشی کاویانی نامید. با فرمایش فریدون آهنگرانی بهترین گرزی ریختند که سری گرز شبیه سری برزگاو بود. فریدون به لشکری دادخواه سروری نموده راهی پایتخت ضحاک گنگ دیژدوخت را پیش گرفت. او با ضرب گرز گاوسر پاسبانان قصر را هلاک ساخته دروازه ها را کشاد و جادوگران و نر دیوان را هلاک ساخت. فریدون گنگ دیژدوخت را فتح نموده طلسمی را که ضحاک بر قصرش ساخته بود در هم شکست. از حرم ضحاک خواهران جمشید، شهرناز و ارنواز را آزاد نموده با فر خسروانه بر تخت عاج نشست و آن دو نازنین را به پهلویش جای داد. ضحاک اژدها بر دوش که فرار نموده در یکی از شهرهای نیمروز پناه برده بود، از نگهبان کاخ و خزیندارش کندرو آگاه شد که بانوهای حرمش شهرناز و ارنواز از فریدون نوازش و مهربانی زیاد می بیند. او از غایت رشک و حسد با سپاهی گران و نر دیوانی جنگاورش دزدانه راه پیموده و پایتخت سابقش نزدیک آمد. دیدبانان فریدون بانگی خطر زدند و ساکنان شهر به مدد لشکر رسیدند. به سر سپاه دشمن از بالای دیوارهای دیژ و بامهای بلند سنگ و خیشت می‌بارید. ضحاک که از غایت رشک می‌سوخت در عین جوش جنگ از لشکر جدا شده با کمند به کنگره کاخ برآمد و به قصد نازنینان به سوی قصر شتافت. فریدون از قصد ناجوانمردانه ضحاک آگاه شده رقیب شوم را با گرز گاوسر زده یکسان خاک کرد. سپس با پیک و هدایت فرشته سروش فریدون کمند از چرم شیر بافانده با وی هر دو دست و میان ضحاک را به ستون چنان محکم بست که به کشیدن آن زوری فیل هم نمی رسید. جنگ به مظفریت سپاه فریدون و شورشگران کاوه انجامید. از لشکری ضحاک کمتر کسی جان به سلامت برد. ضحاک دست و پابسته را
به پشت شتر افکنده به سوی کوهسار شیرخان راندند. در آن جانب وی را به دماوند بردند و بر تنه کوه میخهای آهنین زده از دو دستش به آن میخها آویختند. آنجا وی مدتی درازی با عذابی عظیم آویزان مانده، خونش قطره قطره به زمین چکیده، عاقبت تومه مرگی پرننگ و نکبت گردید. ناگفته نماند که از روی روایت شاهنامه پادشاهی فریدون 500 سال بود. او رای نیکی پیش گرفت و بنیادی بدی و بدکرداری را برهم زد. فریدون صاحب 3 پسر شد که 2 پسری کلانی از شهرناز و پسری خردی از ارنواز به دنیا آمدند. پدر پسران را نام ننهاد تا آن دمی که به وایه برسند و مناسب شجاعتشان نامی را صاحب شوند. کوتاه قصه پسران به کمال رسیدند و فریدون به آزمودن پسران کمر بست. او با مدد علم جادو به صورت اژدها در آمده به سوی پسری کلانی حمله ور شد. پسری کلانی از هیبت اژدها هراسیده گریختن را تدبیری مناسب شمرد. اژدها به پسری میانه رو آورد. پسری میانه به تیزی و تندی کمان را زیه کرد و آماده نبرد گشت. همین لحظه پسری خردی به نزد برادران رسیده به سری اژدها بانگ زد: سری راهی شیران مگیر، زیرا زورت از زوری پلنگ بیش نیست. ما هر 3 پسران شاه فریدون گردانی شیرافکنیم. از سری راهمان بیراه شو، وگرنه گرزی گرانی ما به سرت فرود خواهد آمد. فریدون از اندازه دلیری و شجاعتی هر 3 پسر آگاه شده ناپدید گشت و سپس در قیافه اصلی خیش به استقبال پسران پیش آمد. مناسب زیرکی و عاقلی و شجاعتی فرزندان به پسری کلانی سلم به مابین تور و به خردی ایرج نام نهاد و او هنگامی فرارسیدنی پیری خود سرزمین پهناورش را به هر 3 پسر تقسیم نمود. قسمت غربی مملکت روم و خاور زمین را به سلم داد و او را خاور خدای خواند. قسمت شرقی توران زمین را که قلمروی چین و ترکان را فرا می گرفت به تور بخشید و لقبش را توران شاه نامید. با ایرج سرزمینی میانه ایران را بخشید و او را نامی ایران خدای داد. مطابق معلومات فارسنامه ابن بلخی، فریدون میانه جهان یعنی عراق و خراسان با هندوستان به ایرج داد و از هر 3 پسر ایرج دوستر داشتی. پس تور و سلم به هم متفق شدند و ایرج را بکشتند و بعد از مدتی دراز منوچهر از نژاد ایرج پدید آمد و کینه جد بخواست از سلم و تور و ملک بر وی قرار گرفت. شنونده های گرامی، شما گفتار 35 را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمخل، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.